سلام دوستان، خوش اومدید به چنل رکسو. امروز یک ایونت ویژه داریم به مناسبت چهارشنبه سوری، این بار در بازی کوشیکچ 2024 و قراره تو این ایونت 3 مسابقه ببینیم که اولین مسابقهش جان سینا و ست رولینز در مقابل ایمپریوم قرار میگیرن، یه مسابقه تگ تیم، و بریم این ایونت رو شروع کنیم. خب همونطور که می‌بینید روی این آرنا مشخص بسیار کار شده و اصلا با تنبلی ساخته نشده و اولین نفر هم ست رولینز باید میشه. همونطور که می‌بینید آتیش بازی هم داره، چون دیگه چهارشنبه سوریه و قطعا باید آتیش بازی داشته باشیم. و نفر دوم جان سینا هم‌تیمی ست رولینز وارد میشه. و حالا نوبت به تیم مقابل یعنی ایمپریوم میرسه. لودویگ کایزر و جیوانی وینچی. خب مسابقه شروع شد. جیوانی وینچی خیلی خوب کار میکنه و یه آپرکات و پین، اما نه، یک اسمال پکیج درایور از ست رولینز و یه هات تگ و یه تگر از ست رولینز که یه انیمیشن جدید داشت. واقعا بازی پیشرفت کرده. و حالا لودویگ کایزر فیگور فور لگ راک از لودویگ کایزر، اما فکر نکنم جان سینا تصمیم بشه که نه نمیشه. حالا بریم برای یک هوریکین رانا که میریم. حالا بریم دومیش هم بزنیم. ایوان نذاش. بله لودویگ کایزر یک فیس باستر میزنه. یک سوپلکس میزنیم. خوبه. بریم تگ کنیم با ست رولینز. یک البو دراپ میزنیم. یک سوپر کیک هم این وسط بزنیم. میخواستیم یه سوپلکس بزنیم ولی جیوانی وینچی نذاشت. حالا میره برای یک دراپ کیک که ما هم نمیذاریم. ست رولینز نمیذاره یک دراپ کیک بزنه و یک البو تگ میکنیم با جان سینا و یک بیگ بوت از جان سینا به جیوانی وینچ. حالا بریم برای یک بادی دراپ و دوباره یک بیگ بوت که نه، این بار جیوانی وینچی نمیزنه. سانست فیلیپ از جان سینا. این هم یک درایور و بریم برای یو کن سی می یا همون نذاشت. لودویگ کایزر نذاشت. بریم. بله با کثیف کاری لودویگ کایزر کار میکنه. حالا با هم دیگه تگ میکنن. نتونستیم یک ضربهش میگیم. جانسن نتونست چیکار بکنه و یه بادی درا. فکر میکنم بره برای پنالتی کیک. ضربه پنالتی که نه، ما جاکا میدیم. فکر میکنم رول کنه که نشد و یه مش. حالا بریم برای پاور بام که بله پاور بام هم میزنه. حالا بریم برای 5 ناکل شافل. این بار دیگه میشه 5 ناکل شافل از جان سینا. حالا وقت اتیتیود ادجاستمنت. اتیتیود ادجاستمنت. خب بله جیوانی وینچی نذاشت.
یه بادی دراپ 2 نفره از جانسون ستوینز. جانسون جیوانی رو میندازه پایین و یک ناخون میکشه پشت جانسون لودویگ کایزر و جا خالی میدیم. حالا بریم برای پدگری که نه لودویگ کایزر نمیذاره، ما هم نمیذاریم سیگنیچرشو بره و بریم برای کورب استامپ. کورب استامپ از ست ویلیامز. و بریم تگ با جان سینا. این جیوانی وینچی هم ریزی پایین خیلی دخالت میکرد و یه درس حسابی بهش بدیم. بله جان سینا میزو خالی میکنه. برای یک اتفاق بد برای جیوانی وینچی بیفته و اتیتود ادجاستمنت این بار روی میز گزارشگرا. اتیتود ادجاستمنت. حالا بریم سراغ لودویگ کایزر. یک کلوز بلاین از جانسون که نه با یه البو دراپ جوابمونو میده. یک بادی دراپ. صورت جانسون هم زخمی شده. یه حرکت قشنگ ستوینز و جانسون و پرش ستوینز روی لودویگ کایزر. حالا نوبت جیوانی وینچیه. بریم برای جیوانی وینچی که نه جا خالی میده. میخواست یه چاپ بهمون بزنه. حالا بریم برای پدگری در بیرون از یک روی جیوانی وینچی. ستوینز با یه پاور بام لودویگ کایزر میندازه بیرون. حرکت خیلی خطرناکه. بالا جیوانی وینچی یک پاور بام اونم به ست رولینز میزنه. و ستوینز روی شماره کیک اوت میکنه. نزدیک بود. حالا دوباره جیوانی وینچی گاد فینیششو بزنه که نه ستوینز نمیذاره. و حالا کورب استامپ از ست رولینز. یه تگ با جان سینا. لودویگ کایزر وارد میشه و نه نمیتونیم روش یه درایور دیگه بزنیم و یه مشت سنگین و بریم برای 5 ناکل شافل. این سومین 5 ناکل شافلیه که میخوایم به لودویگ کایزر بزنیم و سریع بلند میشه. حالا لودویگ کایزر و فینیشش به جان سینا میزنه و اصلا روی شماره ای بدون اینکه داور بهش بگه کیک اوت میکنه و یه دراپ کیک از جان سینا به لودویگ کایزر پشتم رو زمین میافته. حالا بریم برای اتیتود ادجاستمنت. چه قشنگم بود. نه تو یه کلوز لاین بکنیم و نه. و حالا اتیتود ادجاستمنت همینطوری هم میتونیم پینش کنیم. آره البته اگه جیوانی وینچی نیاد که نمیاد 1 2 و 3 جیوانی وینچی هم نیمد و تیم جان سینا ستوینز برنده میشه. مسابقه خوبی بود. تیم خوبی هم جان سینا ستوینز. حالا وقت اینه که بریم سراغ مسابقه دوم. خب رسیم به مسابقه دوم. ری میستریو وارد میشه. ری میستریو قراره سر کمربند اینترکانتیننتال در مقابل گونتر قرار بگیره. گونتر وارد میشه. همونطور که میبینید کاملا آماده است. خب مسابقه شروع شد. اول یک پاور اسلم به ری میستریو پرتاب میکنه. ری میستریو سریع بلند میشه. آمادگی بالای در ری میستریو. حالا میره بالا دابل نی که نه فایده ای نداره.
یک کلوز ران هم نمیتونه به گونتر بزنه. رای میستریو گونتر بلندش میکنه و یک گوت به رای میستریو میزنه و یک چاپ به رای میستریو در کنار رینگ و رای میستریو هم سری برمیگرده و دوباره گونتر یه چاپ دیگه و وارد مینی گیم تبادل مشت ها میشه به فارسیشو بخوام میگیم و شاید چاپ زنی های متفاوتی هستیم. یه چاپ از گونتر و یه چاپ از ری میستریو که گونتر به نظر میاد موفق تر باشه. و ری میستریو موفق میشه. خیلی خوب ری میستریو تونست گونتر رو استانش کنه و دیدیتی از ری میستریو و حالا یک نابود کننده کانادایی که البته روب بریک میشه. سیگنیچر ری میستریو بود که متأسفانه روب بریک شد. والا یه دابل نی، یه مشت سنگین از گونتر، سوپلکس. اوه چه حرکت وحشتناکی زد گونتر و یه مش از گونتر. رمیسی میخواست به حالا تاپ رو حرکتی بزن که نتونست و حالا پاور بام. یک دو و نه رمیسی جرمن سوپلکس به ری میستریو. حالا گونتر و فینیش خودش لاست سیمفونیو به ری میستریو میزنه. یک دو و نه ری میستریو یک بادی دراپ به گونتر. رو دست گونتر کار میکنه. گونتر به اون سمت رینگ میره، سمت تنابا و حالا یه مش از گونتر. یک هدبات هم میزنه. حالا به بالای تاپ روف میره و یک نی به ری میستریو. با زانو میاد تو صورت ری میستریو. یک دو و سه. چه راحت. فکر نمی‌کنم انقدر راحت ری میستریو شکست بخوره. خیلی واقعا بعدم شکست خورد ری میستریو. مسابقه زود تموم شد و گونتر هنوزم قهرمان میمونه. خب رسیم به مسابقه سوم، ولی گریسون والر وارد میشه و با لباس تورینگش هم نیست، با لباس معمولیه. خب از پشت صحنه میگن گریسون والر حرفی داره و میخواد صحبت کنه، مثل که یک مهمون ویژه تو این رویداد داریم و ببینیم اون کیه. گریسون والر داره حرفا میزنه که من اونا ترجمه کنم و واقعا داره این حرفا میزنه. گریسون والر میگه خب امشب در چهارشنبه سوری یک مهمون ویژه داریم و بذارید راهنماییتون کنم تا حدس بزنید اون کیه. اون کسی که کل کریرشو به برادرش مدیونه و اگه برادرش نبود اصلا دیده نمیشد. کل مردم دارن گریسون والر رو پوش میکنن. گریسون والر عصبانی شده و میخواد صدای مردم رو قطع کنن. والا کین وارد میشه. بله مهمون ویژه چهارشنبه سوری کین با لباس کشتیش هم وارد میشه و مثل که گریسون والر داشت راجع به کین صحبت میکرد. تو اینه خیلی زشتی به کین کرد. کین عصبانیه و داره به مردم اشاره میکنه. فکر کنم داره میگه این مردم که میبینی همه با منن و تو هیچی نیستی. حالا میکروفون گرفته دستش و میخواد صحبت کنه. گریسون والر بیچاره هم ترسیده همونطور وایساده. خب کین میگه تو درست گفتی گریسون والر.
من که کریرمو به برادرم مدیونم، اما تو امشب همه اونا زیر سوال بردی. و یک کلوزلاین و داورا میبینیم که دارن یک تابوت میارن. امشب گریسون والر زنده از اینجا بیرون نمیره. بعد مسابقه صبح مثل که همینه، کین در مقابل گریسون والر، مسابقه تابوت. کین گریسون والر رو میگیره و پرتابش میبره و میفته روی تابوت. گریسون والر یه مش به گریسون والر. امشب کارش تمومه این مرد. ولی خوب نه، اونم نمیخواد تسلیم بشه و نمیتونه کاری بکنه و به رینگ پست برخورد میکنه. حالا کین یک صندلی برداشت و پرتاش میگه به کله گریسون والر برخورد میکنه. حالا گریسون والر رو میگیره و پرتابش میکنه. گریسون در تابوت باز میکنه و نه، غافلگیر میشه. با یک ضربه کین درون تابوت میفته و حالا نه، تصمیم نیست، سری میاد بیرون و در تابوت هم میبنده. حالا کین این بار سر آشکار برمیداره از زیر رینگ و میپره گریسون والر. سویساید دایو روی کین. والا یک ضربه سلاشکار. سلاشکار هم له شد، داغون شد. حالا بریم برای ساید اسلم از کین. کین میخواد گریسون والر بندازه تابوت. گریسون والر مقاومت میکنه و یک بیگ بوت. حالا ببینیم این بار تصمیم میشه یا نه با یک ساید اسلم که بازم نه، گریسون والر تصمیم نیست. حالا یک رولینگ استانه از والر. فینیشش همین بود، رولینگ استانر. حالا کینو میگیره و به پاش صدمه میزنه. کین از نایه پا صدمه دیده. حالا گریسون والر به بالای تاپ روب میره. یک اسپلش که نه، که این جا خالی میده. حالا ببین برای چوک اسلم که نمیذاره. حالا کین این بار میفته تو تابوت. آیا کین تصمیم یا نه؟ و نه، کین از تابوت در میاد و به همین راحتی ها تسلیم نیست. حالا گریسون والر دوباره میخواد کین رو میدازه اون تو که کین نمیذاره یه ریورسال انجام میده و بریم برای چاک اسلم از کین. چوک اسلم. یک البو میخواد بزنه گریسون والر که نتونست و یه مشت گریسون و حالا تومستون پال درایور. دیگه کار والر تمومه، نباید اون حرفا میزد وگرنه کارش به اینجا کشیده نمیشد. حالا کین در تابوتو میخواد ببنده. گریسون والر مقاومت میکنه اما فکر نکنم فایده ای داشته باشه. تسلیم میشه یا نه دیگه، فکر کنم دیگه آخراشه و بالاخره کین برنده میشه و نشون میده که گریسون والر جاش تو قبرستونه و اونو به اونجا میفرسته و یک آتیش بازی هم میبینیم اینجا و ایونت چهارشنبه سوری با این صحنه به پایان میرسه. از این ایونت خوشتون اومد حتما
لایک و کامنت بذارید و تا یک ویدیو دیگه خدا حافظ.